خیلی پایین خیلی با من سنگین. روز نهار نخوردم. چرا؟ اومدم خونه رسیدم ساعت 5:30. اون موقع نرسیده دیگه. ساعت 5:30 تا خوب شکستم خوردم. بعد به شما زنگ زدم. گفتم دیگه. نهار نخوردم. خیلی سرما. من خوش می‌کنم. من این چیز همیشه بخورم. بیشتر بود دیگه بریجی بود باید اصلا هیچ وقت از گوشه ببینی همیشه دیگه بازو میدن تا بازو رو میزنی گوشه میبینی سمت این ریسکارا گوش میخوری شکلات میخوری برام گفتم یه مسیر اتوبانی مواقع نبود چیز بخرم دیگه تباردی شد رفت فریاری ها
اون دست مخالف کاور کن. خیلی پایینه. یکیش اینجا یکیش. این. حالا یاد شد. شده 60 میلیون تومان. چی؟ رایت. شده 60 تومان 65 چند سال پیش دیگه. گوشی خانم بهم 60 تومان شد. بعد مهمونی بودی بیا پرات چک نکنه. داری گوشیش می‌خوره. آره نیستش. نمونه لوی ویتون دوباره یک کتونی بود 680. چی موقع یه در قیمت 26 دیگه. سامان میشه. دست میوفته این واسه 26 شب یه سایز هم فقط من یه ساعت توزه دیگه نه دیگه برند همینه دیگه یه چیه مثلا یه کد مثلا 1 میلیارد چیه مثلا فقط میگن یه سری ساعت هم پوشویی یه ساعت مثلا کار میشه رولکس از تو طلا هم نیست ولی مثلا 30,000 دلار پتک فیلیپه یه برنده ولی خب لباس ارزش نداره. یه تیشرت کریستیانو رونالدو 40 میلیون 50 میلیون امیری برند ایرانی هم هست شهرمون زیر 50 میلیون نداشت پول خوده 1900 دلار بابا من یه شبا کردم 4 میلیون از این فرست رنگی همش رفته رنگی مشکی رنگی سونش به خدا اول میشه گفتم رنگش نره ها مشکی خرید آره مشکی چیزی زغالی بگیر همون زغالی گرفتم رنگش رفته مشکی اصلا نگیرم زغالی من سوار موتور که زیاد میشم شبا جیم مثلا زیاد تیره نمیگیرم جین اصلا خیلی دووم داده است کشاورزه بوده قبلا آره جین کردن خیلی خوب باشه بس زابطار نباشه زخیم میشه روگاه چپ چپ بزن و جلوان با قدم به رفت کردم برو چپ step back دوباره شم left right step back عقب
یادم ندارم یه قدم چپ راست چپ راست چپ راست میای بره فاصله چه حالا همون چپ راست چپ میره Araba izler. سلام چون بعد فردا بیفت